و اگر از جانب خیش نعمتی به انسان بچشانیم سپس آن را از او بگیریم بسیار نومید و ناسپاس خواهد بود. و اگر بعد از شدت و رنجی که به او رسیده نعمتهایی به او بچشانیم میگوید مشکلات از من برطرف شد و دیگر باز نخواهد گشت و غرق شادی و غفلت و فخر فروشی می شود. مگر آنها که در سایه ایمان راستین صبر و استقامت ورزیدند و کارهای شایسته انجام دادند که برای آنها آمرزش و اجر بزرگی است.